میگه بچهای 2000 به اینور، یعنی 80 به اینوری ها دیگر از سن بعد از بلوغ 12 به بعد 11 به بعد دیگر درس نمیخوانند، نه چون نمیفهمند، چون میفهمند نمیخوانند. خیلی حرف قشنگه. میگه ما نسلمون چون نمیفهمید هی میخوند. این میگه من برای چی بخونم؟ به دردم نمیخوره، پس نمیخونم. اکثرا میگن چرا بخونیم؟ من با این بچه‌ها موافقم. مردم ما سر کار بودیم، اینا سر کار نمیرند. آموزش و پرورش ما رو سر کار گذاشت و دانشگاه هم برام سر کاری اضافه کرد. 90% لیسانسی هیچ تو ذهنتون نیست. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدا پناه میبرم از به تو از درسی که خوندم و به دردم نخورد. نگفت خدا نمیخوام بخونم، یعنی خدا چقدر خطرناکه، پناه میبرم بر تو. و ما توی قالب غلط و سیکل غلط افتادیم و خوندیم. حتی اگه نمیخوندیم تحقیر جامعه میشد. ما میگفتن بی سواد. درس سواد اینجوری چیزا نیست. الان من میترسم 90% قالب ذهنیتون نتونید بشورید منو محکوم کنید.